پول انسان رو ویران میکند؟ همه گفتن که بله پول انسان رو ویران میکند. گفت نه، پول در اصل کی بودن انسان را نشان میدهد. نفرانی هستند که پول ندارند، بی پول باشند، سرشون خم است، دست پیش بر السلام علیکم همه جور خاکسار هستند. همین که پولدار شدن، ماشین سوار شدن و کوچه گذاشتن سلام نمیکنند. و هستند نفرانی که در هر صورت یک هستند، چی پول داری چی در بی پولیشون یک هستند، همون خاکساریشون. پس پول انسان رو ویران نمیکند. پول کی بودن شما را نشان میدهد. و این خاطر اینترنت هم همین است. اینترنت هم جوانا را ویران، او یراق است، با کدام راه استفادهش میبری؟ اگر اینترنت هم نمی بود من رو کسی نمیشناخت. مثال موضوع خیلی زیاد است. شما رو دوست میدارم. خیر.